این منظره مراسم ویدا با عمر ضیاف است. مراسم خیرباد با آوازخوان در نزد خانه‌اش در دوشنبه برگزار شد. روز 17 مارس پس از جراحی در پایتخت از عالم درگذشت. او 73 سال داشت. در مراسم ویدا پیوندان و دوستان و هواداران زیادی هنری عمر ضیاف حضور داشتند. در نوبهاری خرمی در تیر ماهی پرغمی آدم شود آه دمی حیف دریغی آدمی. ما بین یک مدت ما با بسیار حافظای عالی جناب از این دنیا رحلت کردن. همشون فرزندانی فرزانه ملت بودن، خدمت شایسته کردن. از آن جمله عمر جان عزیز، آوازی عالی جناب. من این کسی همه وقت میگفتم که ولی که کروزا آوازی عالی جناب، آدمی عالی جناب. عمر ضیاف هنرمند مردمی تاجیکستان و یکی از آوازخوان‌های شناخته 50 سال اخیر بود. او در سالهای 1972 با سرودهای صدره در انتظارت، زلفی پریشان و زمینی محبوب و زادگاه شهرت یافت. سال 1974 به دسته استرادی گلشن دعوت گردید و بیش از 12 سال در پیشبرد استرادی تاجیک سهم گذاشت. بهادر نعمتوف سالها با عمر ضیاف در گلشن کار کرده است و امروز از مرحوم به نیکی یاد میکند. عمر ضیاف همچون آوازخوان، سالیست ارکستر استرادی گلشن در صنعت تاجیکستان در استرادا نقشی کلان، نقشی بزرگ بازیده‌اند. بیشتر از ایجادیات کمپوزیتوران تاجیکستان، کمپوزیتوران روسیه و دیگر جمهوری ها سرود می‌سراییدند. نقش عمر ضیاف در کارنامه دسته هنری گلشن بارز ارزیابی می شود. همکاران و هم‌آوردان آوازخوان نقشه داشتند که این سال 60 سالگی گلشن را در دوشنبه با شکوه جشن گیرند. عمر ضیاف هم گفته بود که از تاریخ این دسته کتاب می نویسد، اما اکنون راهبر سابق دسته از عالم چشم پوشید و تقدیر این کتاب هم ناروشن باقی ماند. بسیار ظرافتگو بودند، لطیفه های بسیار میگفتند، همیشه ما را میخنداندند در همه سفرها، در ثبت های رادیویی، تلویزیونی. عمر ضیاف در سالهای 2000 به خواندن سرودهای وطن پرورانه پرداخت. این آوازخوان بیش از 14 سال راهبر دسته هنری سپری وزارت کارهای داخلی بود و سال 2014 از اینجا به نفقه برآمد. در آخرین مصاحبه‌اش به ازیا پلیس گفته بود با سری بلند مسئولیتی به دوش داشته‌اش را به پایان رسانید. در گذشت عمر ضیاف اهل زیای کشور را به ماتم نشاند و مرگ او را تلفات جبران ناپذیر در صنعت تاجیک عنوان کردند. جسد عمر ضیاف در آرامگاه لوچاب به خاک سپاریده شد.